والله قسم بچم اگر بز باشه میبرم میگمش، قسم به عظمت الله میبرم میگمش. من میگم در این راهی شوخی نیسته. در مورد آنچه که امروز در راحتی شد، قاری زبیدالله از خطیبی چنانه که معلوماتی از بشار راحتی از یعنی خدمت مسجد روان کردن استعفا داده است، یا اینکه گفته دیگه من خطیبی نمیکنم. در مورد قاری با معلومات های جدید دیگر رسیده است در مورد همسر دادرش که در روسیه بوده است و اون با یعنی افراد دیگری همسرش میان زنهای مهاجر در روسیه چیکار میکرده است، یعنی خوب بعضی کارهای را انجام میداده است در خدمت رژیم رحمانوف. یعنی این اولوی هستند در این مسئله. ما هیچ کس تهمت نمیکنیم و برای ما یک شخصی که حافظ قرآن است خاک پای او از رحمانوف و رژیمش بالاست، ولی وقتی که شخصی که حافظ قرآن است و اون در خدمت یک طاغوت چون رحمانوف قرار میگیرد، برای ما هیچ فرقیت از آزاده نداره. وقتی تو ریش داری، وقتی تو در خدمت یک رژیم طاغوتی قرار میگیری و برادرها و هم مردم راحتی را میفروشی، پس ما یعنی که هر بیزاریم از چنین شخص و از چنین فردی که مردمی راحتی را میفروشه یا اینکه با وضعیت‌های وخیم اونها را گرفتار میکنه. البته مجبورش کرده بودن که نباید در کارش ادامه بده، ولی گفته است نمیکنم. خب خدا کنه که یعنی که با کارش ادامه نتیه دیگه و بهتر و خوبتر است اینکه از اینکه یعنی ضرر میرسونه. خب با بعضی دیگر زنگ زدن گفتن مجبور موندگیشن، یعنی که پاسپورتش نمیتونن که از تاجیکستان خارج شه. خب من پاسپورت ممکن ندادن، ولی در خدمت کسی قرار نمیگیرم، هیچ وقت یعنی بز نمیشم. وقتی بز شدی این خودش دولت از اون میکند که ترا خداوند در دنیا همون قرآنی که ترا داده است و قرآن رفعت و بالا و درجه انسان بالا میکنه، نه اینکه قرآن باید در زیر پای یک طاغوت انداخته شود و این کاری خیلی بد و پستی است. خواهش میکنیم دوستان محترم در موردی یعنی همکاری خوب ما نمیگیم که شما اون چیزی که برای شما میتین نخونی، برای که شما مجبورید برای خوندن، ولی در همکاری های بیرون از اون چیزی که در توان شما هست پس برادران نفروشی، چی کسی باشه، چی مفتی، چی یعنی که هر کسی باشه فرق نداره برای ما را. ما اگر دیدیم که هر ملایی که خیانت به این ملت میکند با مقامات در فروختن و تهمت کردن یعنی مردم دست دارن، پس نگیم اگر ما نامهای اونها را، پس ما والله جنایت کردم. من سوگند به الله میخورم اگر برادر ما بفهمم که خیانت به این وطن و ملت بز است، من اگر نگفتمش در نزد الله جوابگوم و با دپش شما هم جوابگوم. برای چی؟ برای اینکه مبارزه خودی و بیگانه نداره. مبارزه راهی هست که ما با جانهامون بازی داریم و مبارزه راهی هست که در آن راهی بازگشت یعنی که تسلیم شدن، یعنی این چیزی نیست که مرد باید تسلیم نشود یا اینکه پیروز میشه یا اینکه مرگ با شرافتمندانه را منتظر باش. پس ما این راهی با شرفه با مرگی با شرفانه منتظر هستیم، نه این راهی با شرفه با خیانت کردن و بیشرفان ما خودمونه و ملتمونه با افراد رژیم بیشرف یعنی که بفروشیم. خدا نکنه ای الله جانی منه قبل از اینکه یعنی به دست اینها میخورم یا اینکه خوب دیگر خدا نکنه اولا، ولی چیزی است که در عقل و تصور یک انسان نمیتواند جای بگیرد. استاد یک چند کس داخل شدگن از طرفداران قاری زبیدالله میگن که ما میخوایم شما را اثبات کنیم که این گپی گفته شما درسته، ما اونو ثبات نکنیم. در کدام مسئله؟ نمیدونم قاری زبیدالله زیر اینجا نیستن در مورد قاری زبیدالله را ان شاء الله که وقتی که رفت بعد ما کاری را هیچ کس تهمت نمیکنیم. ما میگیم خاک پای یک قاری، یک ملا، یک عالم، یک داننده دین از رحمانو و همه اویلش بالا است برای ما. ولی وقتی قاری ملا بز شید پس ما دیگه او را هیچ یگون ارزش برای اون نمیتیم و برای ما از اویله رحمانو یگون فرقیت نداره، نه ای یعنی تخمینه فرق داره و نه ای آزاده، یگون فرقیت نداره. برای امکان مهاجرا صحبت کنن. مرحمت. بله اساس یتیم. سلام علیکم دوملو.
علیکم وقتی السلام. هم درست میگن اما آدمی که در آسیا خیلی خوری هم آدم رو میفروخته گفتن که زنگ رو دارشه چیه زنه کارش میکنه امر هم میفشکنه یگون خیلی خوری قرونه چیه این مودا فر نداره چیه چیسته مردم نفروشن اینا با آدم زیاد چیزن داخل وطن ایفشو کردستن همیاره وجه مردم بیدار شدسته خواهش میکنم هم آدمای مثال تاجرها و چیزا همین دستگیری کنن همین مخالفینا حتی نام دیگه چرا این تو اینفورماسیون بسیار برمیشن شما از پی نکستن تو جای میدونم باشن هم یگان آدمای دیگه باشن همین کار شما در مثال یک جای شوان اون کی بهترین کار داملو خدا پیروز شیم. تشکر زیاد برای خدمتتون. سلامت باشید. خوب اینا مثلا درباره قاری زنی برادر خردیش همکاری میکرده است در بین زنها معلومات جمع کرده به این قاری خبر میرسانده است. برادر قاری نامش نعمت الله سال تولدش 1978 در شهر سنت پترزبورگ روسیه. این برادر قاری زبیدالله همسرش در مابین زنها از زنکا معلومات جمع میکرده میومده است در قاری زبیدالله در مقام تاجیک میفروخته است. ایوخی عیب نیسته ایت قاری کسی هستی فر نداره تو کی بز نشه نفروش ملت والله قسم بچم اگر بز باشه میبرم میگمش قسم به عظمت الله میبرم میگمش من میگم در راه شوخی نیسته والله قسم باری دیگر گفته سم تو معلوماتو خیلی زیاده یعنی من نمیخوام دیگه زیاد از این مسئله صحبت کنم خلاص استعفا که برات تمام توکل به خدا اگر تهمتت که باشن همون معلوماتایی که رسیدگن قسم دادگیم آدما را که به همه چیزشو قسم خوردگن این ایت آدمایی که بچه‌هاش فروختگن خودشو گریه که گپ زدگن بچه من قاری فروختگی خیلی بس دیگه اخی نفرا که تو مسکو استرداد شدن رفتن قاری زبیدالله فروختگی منه توسط کی توسط زن دادرش بس دیگه بیای هر چی قدر که شما میخواید کذات کنه او شرمنده تر میشود با همون خاطر خوبش بیای بس کنه قضیه را مون میدونه که من یا آدمی یعنی که اخسم هم یک کاری که قپیدم اگر گفتم یا بر خب کردی رفته تمام میشه میره ولی اگر بیشترش قپیده بعد دیگه پول نیروز بعد برنامه‌اش میکنم بعد نام با نام فامیلیا با فامیلیا آدمای فروختگیش چی گپای چی خبره بعد همه برنامه‌مو میپرتم برنامه قاری زبیدالله بزنم میقپم برای امکا بسش کنه برای کدام را احترام داره احترام داشته باشه برای من و آدمایی که فروخت ازشو احترام نداره فرق نداره برای ما اوریشش تو نوفشه کسی های مهم نیست برای ما را دیگه بس شدی جواب میگوید اگر